خیلی ترسیدم، یکم عقبی رفتم دیدم نه اصلا کوتاه نمیاد. یه نیمکتی اونجا بود پریدم پشت نیمکت دیدم نه اینم پرید اینور، باز من اومدم اینور. مسئله دوم اجرای طرح CMVR هست، یعنی ما بیایم سگ‌ها رو در واقع در یک محیط به صورت جمعیت‌های محدود بگیریم، عقیم سازیشون بکنیم. در رابطه با بحث سگ‌های ولگردی که خب حالا در حاشیه شهرها و بعضا در داخل شهر هست، اینجا هم شهرداری‌ها مسئولیت دارن. حتما باید بحث ساماندهی و جمع‌آوری این سگ‌ها و مباحث عقیم‌سازی، موضوعاتی که مربوط به خودشون هست، اونها حتما و حالا دامپزشکی و غیره که برای هر کدومشون مسئولیت‌هایی اگر تعریف شده در دستورالعمل‌های مربوطه، اونها هم حتما باید به وظایف خودشون عمل کنن. سلام، موضوع این برنامه اختصاص داره به وضعیت سگ‌های ولگرد سطح شهر. با این توضیح که خیلی تلاش کردیم مسئولین مربوطه در شهرداری هم در این زمینه پاسخگو باشن، اما نبودند. همراه ما باشید. شما ارتباط برقرار کردیم با برنامه خودتون گزارش 5 موضوعی رو مطرح فرمودیم. من خواهش کنم بفرمایید لطفا. ما برای ورزش صبحگاهی همیشه این پارک میایم. خب میبینین که خیلی هم نزدیکی ما برای ورزش. خب من مخصوصا من خودم صبح زود میرم. همیشه ما با این سگای ولگرد توی این پارک ما درگیریم. یعنی 2 سال هست، فکر کنم 3 سال هست که این پارک افتتاح شده. این قسمت چه پارکی؟ اینجا کجا؟ اینجا بلوار معلم هست. این پارک 40 بازه است که ادامهش این شده رود پارک. الان اینجا رود پارکه که ما میریم. 2-3 ساله که این قسمت رود پارک افتتاح شده. همیشه ما درگیریمون برای این سگای ولگرد بوده. من خواهش می‌کنم که شما بفرمایید که چه پیشنهادی داریم برای موضوع ساماندهی وضعیت سگ‌های ولگرد. خدمتتون عرض کنم که بحث ساماندهی سگ‌های بلا صاحب یا پرسه‌زن موضوعی است که مربوط به امروز و دیروز نیستش. راه حل این موضوع راه حلی هست که همه دنیا منظورم اون کشورهایی که این مشکل رو حل کردن رفتن. ابتدا مهمترین کار فرهنگ سازیه. ما باید یاد بدیم به کودکانمون، به مردم تو جوامع روستایی، تو جوامع شهری که چه برخوردی با سگ‌ها داشته باشن. وقتی ما نمیدونیم و نمیشناسیم رفتار سگ رو، چه کاری باید انجام بدیم، چه کاری نباید انجام بدیم، طبیعتاً بازخورد مناسبی از اون چیزی که تو ذهنمون ساختیم نمیگیریم. اومده بودم همینجا برای ورزش. یک سگی بود که همیشه میره میاد و کار نداشت. حالا اون روز نمیدونم چرا عصبانی بود و پرید به سمت منم یک بار با پام اینجوری کردم که برو. وایستادم گفتم برو از اون طرف برو. دیدم نه، همینجا پارسای خیلی شدید میکنه، دندوناشو نشون میده، به سمت من میاد. خیلی ترسیدم، یکم عقبی رفتم دیدم نه اصلا کوتاه نمیاد. یه نیمکتی اونجا بود پریدم پشت نیمکت دیدم نه اینم پرید اینور، باز من اومدم اینور و بالاخره تعادلم به هم خورد. یه دختر خانمی هم همون موقع رسید، یه ذره سعی کرد که این سگ از من دور کنه و من خوردم زمین. متاسفانه دست راستم مچش خیلی بدجور شکست. الان بله نزدیک 2 ماه گفتم باید تو گچ باشه. مسئله دوم اجرای طرح CMVR هست، یعنی ما بیایم سگ‌ها رو در واقع در یک محیط به صورت جمعیت‌های محدود بگیریم، عقیم سازیشون بکنیم، واکسیناسیونشون بکنیم و مجددا در همون محیطی که به فاصله بسیار کوتاه 3 تا 5 روز در همون محیطی که گرفته شدن رها بشن. این سگ‌ها خودشون در اون منطقه میتونن هم حفاظت بکنن از ورود بیماری خطرناک هاری به اون منطقه و هم خطر گزش رو به حد اقل. در رابطه با بحث سگ‌های ولگردی که خب حالا در حاشیه شهرها و بعضا در داخل شهر هست، اینجا هم شهرداری‌ها مسئولیت دارن. حتما باید بحث ساماندهی و جمع‌آوری این سگ‌ها و مباحث عقیم‌سازی، موضوعاتی که مربوط به خودشون هست، اونها حتما باید حالا دامپزشکی و غیره که برای هر کدومشون مسئولیت‌هایی اگر تعریف شده در دستورالعمل‌های مربوطه، اونها هم حتما باید به وظایف خودشون عمل کنن و بر اساس اون دستورالعملی که هست نسبت به جمع‌آوری، عقیم‌سازی و اون موضوعاتی که برای رعایت ایمنی شهروندان هست رو حتما مد نظر قرار بدن. تا حالا چندین بار مثلا 6-7 بار خود من به سامانه 137 زنگ زدم، خواهش کردم، گفتم که بیاین یه فکری به حال این سگا بکنین و متاسفانه ترتیب اثر نمیدن. حرفشون اینه که میگن شما که سگو دیدین توی پارک همونجا به ما تماس بگیرین، بعد ما کارگزارمون رو میفرستیم بیاد. خب اگه سگا بودن جمع. خب این که خیلی منطقه، انگار که میخوان من شهروند از سرشون باز کنن، چون واقعا سگ که اونجا وای نمیسته. من اینو گفتم آقا سگ که وای نمیسته. مثلا من خودم هم 2-3 بار همون موقع زنگ زدم، بعد باز گفتم
نیومدن، گفتن چرا اومدن ولی مامورای ما اومدن ولی سگا نبودن. خب معلومه نیستن. سگ الان که هست ممکنه 5 دقیقه دیگه هر جای دیگه با توجه به اینکه شما در این حوزه فعال هستین، الان عملکرد و امکانات شهرداری به ویژه شهرداری مشهد رو در این زمینه چطور می‌بینید؟ ببینید گرفتاری شهرداری ها و شهرداران خیلی زیاد هست. یعنی مشکلات شهر، مدیریت شهری اینقدر گسترده است که اولویت صدم یک شهردار شاید اولویت صدمش هم نباشه که بتونه سگ‌ها رو جمع بکنه. چون عرض کردم توی عمل و توی روی کاغذ و دستورالعمل نوشتن خیلی کار راحتیه. آقای شهردار سگای فلان منطقه رو جمع کن، این خیلی راحت روی کاغذ. ولی وقتی وارد عمل میشی اصلا امکان این قضیه به لحاظ عرض کردم اون سیستم زندگی سگ‌ها به این راحتی که روی کاغذ و روی دستورالعمل ها میارن امکان پذیر نیستش. واقعا اتفاقی که میفته چیه؟ اون سگ‌هایی رو که شما جمع کردید بردید، فقط شما تونستید سگ‌های بیمار، سگ‌های مریض، سگ‌های پیر و سگ‌هایی که به انسان‌ها اعتماد داشتن، فقط تواناییتون تو جمع‌آوری اوناست. سگ‌های پرخاشگر، سگ‌های جنگجو، سگ‌های خشن بلافاصله اینقدر باهوش هستن که فرار میکنن، نمیتونید اونا رو بگیرید. اتفاق دومی که میفته، اون سگ‌هایی رو که نتونستیم جمع‌آوری بکنیم همیشه پس ذهنشون اون حالت گرفتن یا کشتار تو ذهنشون هست. به محضی که اولین انسان رو میبینن، چه کودک، چه جوان، چه مرد، چه زن، بلافاصله فکر میکنن که اون آمده بگیرتش و بهش حمله میکنن و این باعث میشه که در واقع آمار گزش ما هم زیاد میشه تو این قضیه. متاسفانه خیلی از خانوما هستن میگیم چرا نمیاین ورزش، میگن به خاطر اینکه سگ هستش و یه وقتی میاد طرف ما میترسیم. و یه خانومی همیشه چوب دستش بود، بهش میگم چرا این چوبو همیشه میاری؟ میگه به خاطر این سگا میان تم تا آدم بالاخره یه چیزی دستش باشه بتونه اینا رو دور کنه. فضایی که به این بزرگی ساخته شده از مال بیت المال برای مردم، اگه نتونیم ما استفاده کنیم خب چه فایده که به خاطر سگ ما نتونیم بریم تو این پارک 2 قدم راه بریم از ترسمون، یا مثلا بریم این اتفاق برای ما بیفته. 2 ماه زندگی. بخش خصوصی چه کمکی میتونه بکنه؟ شما چه کمکی میتونید؟ من حدود فکر کنم 20 روز پیش خدمت آقای مدیر کل دفتر شهری استانداری رسیدم. بسیار بسیار ایشون با روی گشاده، با اینکه وقت قبلی هم نگرفته بودم، لطف کردن، پذیرفتن. با ایشون هم صحبت کردم، گفتم ما اعلام آمادگی میکنیم تو کاری که ما میتونیم به عنوان بخش خصوصی انجام بدیم توی بحث فرهنگ سازی و آموزش بدون هیچ گونه چشم داشتی. چون حالا معمولا اول صحبت ها بحثای ریالی به وجود میاد، آقا چقدر هزینه. گفتم بدون هیچ گونه چشم داشتی ما با همکاری در واقع بیمارستان مرکزی دامپزشکی تهران دوره‌های آموزشی رو میذاریم برای هر کسی که تمایل داشته باشه وارد این قضیه بشه. خودمون هم در حد مقدورات و توانمون این آمادگی رو داریم که حالا زوم بندی بشه جاهایی که مشکلات بیشتری واقعا وجود داره. معمولا وقتی که جمع‌آوری و کشتار انجام میشه، سگ‌ها به نزدیک نوار مرزی شهرها بیشتر هجوم میارن. حالا چه تو اون شهرها چه تو روستاهایی که یا دهستانهایی که نزدیک به شهر هستن و مشکل دارن، ما این آمادگی رو داریم در صورت تمایلشون این کار انجام. و اینم به شما بگم به مراتب هزینه‌هایی که الان انجام میشه، هزینه‌هایی که بابت گرفتن سگ انجام میشه، هزینه‌هایی که به شهرداری‌ها بابت نگهداری سگ داده میشه، اگر این طرح انجام بشه 1 بار برای همیشه داره عقیم سازی انجام میشه، سالی 1 بار واکسن زده میشه. اگر این طرح‌هایی که تا الان داره اجرا میشه و اصولی بود و درست بود، در خوشبینانه ترین حالت این بود که باید ثابت میمون دیگه. حالا ما میگیم کاهش هم نه، باید ثابت میمون. اصلا همچین چیزی اتفاق نیفتاده. آمار متاسفانه رو به افزایشه. این روش‌هایی که الان داره انجام میشه همش به افزایش گزش و هاری منجر خواهد.